میخوایم موتور الکتروسویچ کوپن رو ست کنیم. اول این دو شاخه رو از برق میکشیم و مجددا اتصال برقرار میکنیم. 6 ثانیه زمان داریم که این پروسه ست کردن طی بشه. بعد 6 ثانیه دیگه عمل میکنه. به برق اتصال رو برقرار میکنیم. دکمه پروگرام پشتش رو 2 بار میزنیم، 1 بار جهت بالا رو میگیریم. این موتور ست شد. حالا جهتش تو دکمه ما، تو کانال مورد نظر ما، مثلا کانال 3، برعکس اون چیزی که ما میخوایم. دکمه روی موتور رو به مدت 5 ثانیه میگیریم. 1001 1002 1003 1004 1005. این جهت برعکس شد. حالا میخوایم محدوده رو مشخص کنیم. به محدوده مورد نظر توی کانال مورد نظر، به محدوده مورد نظر رو میریم، هر جایی خواستیم استاپ میزنیم، دکمه پروگرام رو 1 بار میزنیم، جهتی که حرکت رو انجام دادیم با ریموت 2 بار اون دکمه رو میزنیم. این ست شد. جهت برعکسش هم به همین صورت. یعنی به محدوده مورد نظر استاپ رو میزنیم، دکمه پروگرام رو پشت رو 1 بار میزنیم، دکمه جهت دوم یا همون بالا رو 2 بار میزنیم. این کامل محدوده ست میشه. حالا اگه بخوایم کلا ریموت رو پاک کنیم، محدوده مورد نظر رو پاک کنیم، اول محدوده مورد نظر رو بهتون میگم که چجوری پاک کنیم. دکمه پروگرام رو 1 بار، دکمه پایین رو 1 بار و دکمه پروگرام رو مجددا 1 بار دیگه میگیریم. این کامل محدوده پاک میشه. حالا کلا میخوام این ریموت رو با این موتور پاک کنیم، اتصالش رو و ست شدنش رو. دکمه پروگرام رو 1 بار، دکمه وسط رو 1 بار و دکمه پروگرام رو مجددا 1 بار دیگه میزنیم و این پروسه کاملا ست میشه.